خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جان پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جان پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من بختی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم خواهم کی کلان شوی عالمی زمان شوی شخصی با ایمان شوی بچه جانم افتخاری من شوی نامبرداری من شوی ننگواری من شوی بچه جان. سلام علیکم دوستان بیننده ها تماشابینان عزیز شبکه شهنام. امروز جمعی تبریکاتی شهنام در طرفخانه بنیاد چشلیک برای تبریک کردن شکرانه بانو آمدیم. از نام مادر جان عزیزشان از نام ویجانشان تبریک میگویم. لحظه ها را همراه شما با هم ببینید با ما باشید با شبکه شهنام. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم مهمانان طرفخانه بنیاد چشلیک. همه شما را به جشن زادروزی امروز دختر نازنین خاندان شکرانه بانو خیر مقدم میگوییم. هر قدم های شما را بالای دیده میخوانیم. برای ما شکرانه بانو همراهی مادر جانشان لازم است و البته خاله جانشان همراه میکنند. مرحمت با قرصک های شما به نظر ما تکلیف میکنیم. برای امروز جشن زادروزی انا همین ماهچهره خاندان دخترک نازنین پری چهره بی جانشان شکرانه بانو بوده است. شکرانه بانو زادروز مبارک. چند بدر آمدید امروز؟ هفته یکم صیف شدید یا تمام کردید می؟ اکو خدا خواد یکم صیف میشه. مکتب های با بهای اعلا ختم کنید. سزاوار انیورسیت ها شوید. و البته از پیشتان آنا جان و بابا جان، پدر مادر، خاله جان، تاقا جان ها همه فخر کرده میگشتگی انسان شوید. زادروزتان مبارک باشد. امروز شما از نام بیجان عزیزتان تبریک میگویم. گفتن دخترک نازنین من الکی یک تا چشم پشتک شدن 7 ساله شده است. خدا خواهد 100 ساله شود. مکتبای عالی بدراد دویزنده شود، معلمه شود، ورد شود. از پشتش ما فخر کنیم و همیشه نامبردار سلاله ما باشد. یکا یگانه من دختر نازنین من ماهپاره خاندان من زادروزش مبارک. امروز برای دختری من رسانید که من بسیار ناز میبینم و مسافری به گشتگی وقتم به تلفن کرده اگر همراهش صحبت کنیم تلفن که گپ بزنیم اگر آن غم ها آن هلاکی های زندگی مرا ترک میکنه. بودگش با شکر کلیدی دری جنتی من انا همین دخترکی من. برای همین نامش را شکرانه نام نهادیم که خداوند به شکر گفته نامش را شکرانه بانو نام نهادیم. بگذار انا همین دستیار بیجانشان شوید. دوگانه بهترین مادر جانتان شوید. زادروزتان مبارک باشد. برایتان از نام بیجانشان میگوییم دخترم نسخه دل و جانم آرزویم امیدم ارمانم پا به پا بردمت برای حیات تا که باشی از سایه دستانم. روی دستان کلان نکردم تو را من کلان کردم روی چشمانم. هرچی دارم برای تو دارم هرچی مانم برای تو مانم. اگر همان دمی که تو شدی بیمار من دیگر جای خود نمیدانم. چون تو من نیست سخت بیمارم صحتی تو اصل درمانم. شکرانه بانو هیچ وقت کسل نشوید. اما وقتی که کسل شد بیجانشان شب و روز از حال شما خبردار هستند. شب را شب روز را روز نگفته خواب نکرده در سر شما نشسته میبراید. خداتان را فقط احتیاط کنید و مکتب های با بهای اعلا خوانید و
دستگیرک مادرجانتان شود. امروز خالجان عزیزشان هلالایتی زادروزی جیانی نازنینتان بوده است. از نام خواهری نازنینتان، از نام دوگانه بهترین سیرگویک مصلحتچیتان هزار رحمت برای تربیت، برای مهربانی، برای که مادرشان در مسافرت هستند مهر مادری را داده ایستاده‌اید. میگویند از همه به خواهر نزدیکترین انسان بعد از پدر مادر این خواهر بوده است. سری دل را میگفتگی آن نازی خواهر را میبرداشتگی خواهر بوده است. من گفتن خواهرم به هزار رحمت حاضر بریم صحبت کردیم. هزار رحمت که همین دختر مرا من چند سالها باز همچون دختر خودشان کلام کرده ایستاده. با مسافری به وقتی که بیمار می شود، وقتی که یگان چیز به دلش می رود، یگان مراتبه نه نگفته سرزنش نکرده همه چیزش پیشش به مهیا میکنند. رحمت برای بودگشان. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پری آب است و دیداری گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. همیشه مانند امروز خوش و خرسند باشد. زادروز همین پریچهره خاندان شکرانه بانو مبارک باشد. از نام بیجانشان برای امروز شکرانه بانو البته خرسک است. میخواستیم برای امروز شکرانه بانو تقدیم کنیم. مرحبا. و البته گلدسته زیبا برای امروز شکرانه بانو از نام بیجانشان مرحمت. شکرانه بانو قبول کنید گلدسته مرحمت. خالجانشان تا تیار کردن کارت و تارت یک جای میخواستیم یک تا برای امروز شکرانه بانو نیتهای نغزتون شنویم. سارانه زادروزی نبیره مبارک. السلام علیکم. روز خرسندی را مبارک باد میگوییم. نبیره را برای قلب را تبریک کنیم. مرحبا. السلام علیکم همه اومدگیو. من این فرصت پرقیمت استفاده برده این شکرانه برای ما شکر خدا است. همین شکرانه خوش رو من تبریک میکنم. الهی مکتبای عالی به داخل شده، مکتبای میونه هم 5 کت خونه، مکتبای عالی هم 5 کت خونده بی یکش به بای شده همراه شده. همه تون خوش آمده. شکرانه جان لایم سر بدرو بچه حضورت تا بید بینا دادا بینا دادا اونا جان دختری کلون شا خیمی دادای بیتا گوش کن دختری کلون شا اولی معلومات نوک شا خیمی مانا عزت و حرمت کن دادای بید خلاتا اماتا هم خوش و عزت و حرمت کن. رهبر آنها حاضر یک جای همراهی شکرانه بانو شیرین را میبریم از آن تناول میکنیم بعد میرقصیم خرسندی میکنیم. بیارید یک Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد. تن کار Понедельник или среда, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы مبارک باشد. رهبر
вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем بابا در بحر و برم گوهر یکتاست نبیره در باغی سخن بلبل گویاست نبیره نبیره از دانکش هم مغزش شیرین میگویند از همه فرزندایم شیرین تر است نبیره جان جگر فرزند همین نبیره است حتی تبریک کنیم شکرانه بانو را مرحمت تیا تبریک میکنم خدای تعالی دادگی عمر نغز بین مکتبکای نغز خون مکتبای عالی براو تو مکتب عالی براوی من بینم خیمی خدا خواهد توی نکاحیش را میبینیم یک جایه با خدمت میشیم شما هم خیلی از ساچه که پیر شده روی صحنه برامون دعاهای نیک میدهید خیلی خلا جانش رو تبریک کنیم خودتون مقالش خوش اومده نوری بیده تاجی سر مانا بچه هم کلان شوه 120 ساله شوه بعد از وقت پیر شوه الهی گفته باباش من همین گفایی همینا با پوشی اساسی گفی منو دوینا کنه آیش زیرسک را شد او روز دیگه همش خوش رو خیلی باشد با امروزه زادروزی امروز زادروزی همه دخترک نازنین دختر کلید در جنت پدر و مادر است دختر برای پدر از همه مهربان ترین شخص است بگذار همه دخترک نازنین کلام سبدو توی عروسیش با خدمت کنیم الان خیلی برآمده یا توی نغز را گفتن نصیب کنند و تبریک کنیم مرحمت السلام علیکم مهمانان گرامی من چی میگم که همین دخترم هم خدا چقدر عمر باشد خواهم کنه روزای نازش و خدمت کنیم رحمت یک تا همینجا آینوی رسم میگیریم بعد نوبت رو برعکس میدیم همه میرقصیم خورسندی میکنیم زادروز مبارک باشد مرحبا نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کویار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کویار بیا کاشکی دانم دوای چشمم تو شده درد و دوای چشمم یاد ببینم رهای اشکام تو بودی سرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کویار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کویار بیا ناله کنم نمیشه خندم بودم همیشه دردگی دل آزاره دوان پیشه ناله کنم نمیشه خندم بودم همیشه چکی بالا ندیم شتر دلدار بیا دلم را بودی کویار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کویار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کویار بیا
آمد یار آمد و یار آمد خندید یارم آمد یک بوسه طلب کردم چشمش به گریان آمد آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتالله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتالله 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 ناز بدن گشتالله گشتالله ناز بدن گشتالله اینک عزیزان شکرانه بانو رو در روز خورسندی زادروز تبریک کردیم. لحظه های شادیانه خانواده رو همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید و با شبکه شهنام.